به 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 به، سلام بر مقام عظمای پروپکانی. انشالله که بنده لوکوموتیر بشم برم تو حلقومتون. ای الهی ابراهیم قربون اون آنگوزمان استراتژیستی شما بشه. ببند بابا در اون جهنمو. مگه نمیبینی من چقدر اوقاتم تلخه؟ این پرونده ها رو ببین، همش گزارش سوتی های توه. تو قرار بود بیای دست ما رو بگیری، نه اینکه زیر یه خممون رو بگیری. رفتی چین سخنرانی کنی کله ملق زدی، رفتی روسیه اسکول کردن جلوی در کرملین ریشت قندیل بست. پوتین انداخت ته میز، کم مونده بود از این بلنگوهای سبزی فروشی دستت بگیری و صداش کنی. یه زر مفتی زدی، گفتی سالی 1 میلیون مسکن میسازی، همه رو انداختی به جون ما. اون یارو عبداللهیان هم که کردیم وزیر خارجه قد خیار چنبرم خاصیت نداره. همه اینا یه طرف، مشقای کلاس شیشمت هم نمی نویسی، انداختی گردن من بدبخت. آخه این چه وضعشه؟ آقا به شما ناهار دادن؟ ای کارت بخور تو اون شیکمه.